میکنی؟ سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. سه‌شنبه بازار حملشه، اومدیم ولاگ بگیریم، میخوایم برگردیم. میخوام برم مازندران. گفتم یه ولاگ هم قبلا گرفتم از حملش به شلمان، خواستم دوباره بگیرم با کیفیت بالاتر، با توضیحات جامع و کامل. من صدای کم کنم که لذت ببرید. ماشین رو پارک کردم ولاگ بازار رو بگیرم، یادم رفت آفتابگیر عینکی رو نذاشتم. فرمون همه داغه، شیشه داغه، خدا خنک شه. امروز سه‌شنبه 4 شهریور ماه، ساعتم 11:30. الان مرکز شهر حملشیم. اگه بتونیم زود در بریم به شیفتمون برسیم هم به شما نشون میدیم. سه‌شنبه بازار حملش تقریبا تا غروب هست، ولی صبح تا ظهر اوجشه. من یه بار غروب اومدم فیلم بگیرم ساعت 4-5، بعد 2-3 تا میفروش بودن. یعنی یکی میگه تا غروبه، به مرزا غروب نیومده اینجا، همون تا ظهره. خانمای محلی هستن، این مای فروش کن نبود اصلا، یه 2-3 تا خیلی خلوت بود. خواستیم بیاین، توصیه میکنم در رو باز میکنه، این فرمون میگیره اصلا. اینجا مامور وایساده بود. هم میدون مرکز شهر حملشه. بازار اصلی هم دست راست ماست. دوست داشتین ولاگشو نگاه کنین، تو پلیلیست حملش میذارم، اگه یادم باشه لینکش هم براتون میذارم، اگه نه تو پلیلیست نگاه کنین میتونین پیداش کنین. یه بازار محلی باحالیه. من که هر موقع میام کیف میکنم تو این بازار. فقط به نظرم جاش خیلی بدجوره، یعنی واقعا این مرکز شهر که ترافیک میشه. قیمت جنس هم به نسبت هم بد نبود. سیب زمینی، پیاز، گوجه و خیار رو نمیشه جز قیمت حساب کرد، چون معمولا این قیمتشون پایینه. مثلا میوه الان میانگین از 70 تومن بود تا 150 تومن. انشالله که همه بتونم بخرم. این میدون رو در بریم دیگه کلا انگار به مقصد است. داداشی رسوا کردی. یه کلام یه خانم هست توی بازار شهرداری چیز بود، بهش گیر داده بودم که مثلا دستفروش چرا جل میزنه، چرا عمل میکنه، نمیدونم چی میکنه. اینم نمیشه داداشی رسوا کردی یا خیلی بال بود. ما مگه دلیل نداریم؟ مگه دستفروش مگه چی شد؟ امروز صبح بلند شدم یکی کامنت گذاشته بود که لطفاً دوباره اون ولاگای قدم زدن رو بگیرین، رانندگی کمتر بریم. راستش خیلی گرمه. الان من یه بازار گرفتم، باورتون نمیشه خیس عرق هم نمیتونم بیام. دوربینشون تا بالا دیگه همه جای ما عرق کرده. واقعا گرمه اصلا. حالا جدا از گرم بودن و اینا، دوربین داغ میکنه. به نظرم هوا خنک‌تر باشه کیفیت کار بهتره. بازارگردیمون رو میکنیم. شما غریبه که نیستین. عید من تو 14 روز نزدیک 17-18 تا بازار رفتم. واقعا هنوز بازار میرم میگم مثلا امروز سه‌شنبه بازار رو قبل عید اومدم، مثلا بازار حال هوای عیدش گرفتم، انگار همین دیروز اومدم. الان 6 ماه گذشته از اون. این میدون شهدا حاشیه رفتیم. از جای دیدنی حملش تابستان نشین رانکو، حسیل دشت، حالی دشت، خیلی جا روستاش قشنگن و بکرن.
جای دیگه خلوت‌تر هم هست چون بیک مونده به خاطر هم. از سه‌شنبه بازارش فکر کنم این سومین بار یا چهارمین بار بود ولاگ میگیرم. باشی رسوا کردی برو دیگه ها. گوشی برمیره. اون مادر خانم ما تی گوشی الهی تی گوشی بسشه. این گوشی تو بسوزه. آره این گوشی در اومده همه دستشون گرفتن ما گوشی نه. چند روز پیش میخوندم 45% عوامل کامل تصادف 40-45% همین گوشی و رفتن با سیستم صوتی تصویری ماشینه. بلا که حملش هم 56 واوه. یکی دیدین عجله داشت شرق گیلا مطمئن باشین 56 واوه. الان من دارم 50 تا میرم 60 سرعت هم ندارم بگم من عجله دارم نه اینجا دیگه 60 هست دیگه مجازش. دوربین چون جلوتره یه خورده وایدتره تصویر اجسام زودتر رد میشه انگار تندتره. سرعت آمپر الان تازه رسید به 70 و 68. حملش همسایگی شهر رحیم آباد رودسر لنگرود اتاقور لنگرود از این بر به شلمان میخوره. دریا هم که نداره چون کوه کنار کوه. اونده چیزش هم مرکبات و برنج و چای یادم رفت. بزرگترین تولید کننده چای ایران املشه. شاید لایجان اولی بوده ولی املش منظور نخستین اون اولی، ولی تو میزان تولید املش اوله، حجمش زیاده. بعد چون ناشناخته است الان مثلا شما تهران خواستی چای بگیری میگه چای لایجانه و مثل برنج آستانه است. کل گیلان میگیری میگه برنج آستانه است یا لایجان باشه برنج آستانه رو همه میشناسن. اینجا چای لایجان میشناسن، مثلا چای امرش به نام لایجان هم میفروشن. کارخونه چای خیلی داره. اگه رانکو گرکرود اگه اشتباه نکنم اونجا جا دیدنیشه. بلاگش هم براتون گذاشتم. اونجا پر کارخونه چاییه، کارخونه نشینم بود. چای خوبم الان قیمتش بین 200 تا 300 تا 400. منظور 200 هم پایین‌تر چای بگیری اون دیگه اسمش چای نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. ما راهنماشو ببین. دوستان عزیز اصلا موسا نیست راهنماه، میزنی با طرف ببینه، طرف آمادگی پیدا کنه. یعنی میزنی دریا نمیشکافه، ماشین وا نمیشه. اینجا میخوره به شلمان. یه دونه شعری یه دونه شلمای تو خارج کشور برای من کامنت گذاشته بود که آقا اون سری تو داشتی رانندگی لایجان تا چابکسر میگرفتی چرا شلمان رو معرفی نکردی؟ والا ما از قصد که نبود، یادمون رفته یا جلوی ما یکی ماشین میپیچه اینا. کلا داستانی که واسم تعریف کنم یادم میره. بیننده ولاگای ما باشین احتمالا همچین جریانی باید باشه. یه آهنگی بود چند وقت پیش گوش دادم، این همای میخونه، پرواز همای یه متنش کاملش یادم نیست، میگفت دوستش چیز شلمانی شلمان زایه
مثلا بهش میگفتم که شلمان مال گیلانه، اگه شلمان نمیم چی داره، برین داره، بازار دوشنبه بازار داره، شفتم دوشنبه بازار داره. متنش حالا خیلی دقیق نیست ولی همچین چیزیه، آهنگش میاد تو ذهنم. شلمان جز لنگروده، جز شهرستان لنگروده. اونجا مامورم وای میزه، خیلی خوبم جریمه میکنه. برنجا رو اکثرا اطراف من نگاه میکنم بریدن. دیگه کمباین اومده راحت نصف روز میاد کلی زمین رو میزنه، دنبال نیروکار نمیگردی، راحتی شده دیگه. قبلی گرفتم من روش آهنگ گذاشتم، یه توضیح ندادم بهتون. اطلاعاتی که شما به دست آوردین هر کسی نداره واقعا. من 95 تا مجازش آهنگ گذاشتم براتون، اون آهنگ گذاشتم براتون توضیح میدم. هواش بارونی بود تقریبا. اومدم سه‌شنبه بازار گرفتم. بازار شرق گیلان به ترتیب شنبه بازار چیز دیگه، شنبه بازار، شنبه و چهارشنبه لنگروده، یک شنبه رودسره، دوشنبه هم سیاکل بازاره، هم آستانه بازاره، هم رحیم آباد، سه شنبه اینجا املش، یه سه شنبه داد یه بود باشه شرق گیلان سه شنبه. هم شلمان شما حساب کنید. رودبرم بازار سه شنبه ها، چهارشنبه ها چابکسر بازاره. باتری داغ کرد، گفتم خیلی گرمه، شما باورتون نمیشه، مجبور شدیم بزنیم که البته زیاد راه نمونده. من تا این خنک بشه سرچ کردم که میتاز رفیق شلمانی، شلمان زاکه باور نداره، شلمان گیلان خاکه. یا هنگش همینه، میتاز رفیق شلمانی، شلمان زاکه باور نکنه، شلمان ما گیلان خاکه. میتاز رفیق شلمانی، شلمان زاکه باور نکنه، شلمان ما گیلان خاکه. شلمان بوش شلمان والیسی ها میخونم. خیلی وقت عروسی دعوت نشدیم. من امروز فکر کنم 29 30 سفره دیگه عروسی ها شروع میشه. دلم برای ترکیب خیار و سیب و شیرینی دانمارکی تنگ شد. این بولوار شروع میشه تقریبا اینطور شلمان شروع شده دیگه. کوچیکه بافت خود شهرش. حادثه شرم کن، من بیمه دعای مادرم. حادثه میاد که دهنتو صاف کن. تا متن شیشی دیگه است یهود من تو ذهنم نبود، تعریف میکردم که گفتن و گفت شما نکته رو بگیر.
این چیه؟ همین مدتی اینجوری شده که من میخوام فیلم بگیرم راجع به اون شهر میگم، مثلا میگم اینجا راهنما نمیزنن، همه اون روز راهنما میزنن. الان این 56 باب جلوی ماست، بنده خدا عجله نداره، تعجبه. دست به دست هم میدن که منو ضایع کنن، ولی من یه روزی مچشون رو میگیرم. اینجا میدون شلمانه دیگه، میدون اصلیشه. دست چپ میخوره به لنگرود و کاربندی لنگرود و لایجان، دست راستمون هم میره به سمت رودسر و کلاچای و چابکسر و مازندران. ما میخوایم بریم دست راست. تقریبا این بولوارم براتون میگیرم، مأمور رو بهتون نشون بدم کجا وایمیسه. تقریبا 70-80 تا بری داره جریمه. 70 تا که نمیگیره، 80 تا بری جریمه. 80 تا به بالا باز. فکر نکن. من دروغ نگی بهتر. شلمان یه جام طرف انزلی خوما مباراست، اسمش آلمانه. این مامور وایس، این مامور امروز بازاری مامور نزدیک بامیزی وایس نایدم نیست، نباشه. امروز همه چی عوامل دست به دست همه ما رو ضایع کنه. مأمور نیست، همش به خدا هست، به همین سوی چراغ. یه مأموری که اونجاست ترسناکتره که مأموری که سر جاش نیست. باید اون ترسه من کجا وایساده. دوستان امیدوارم از این ولاگ راضی باشین، خوشتون اومده باشه. چیز خاصی که نداشت، جاده بود دیگه، با هم داره هم جاده نوردی کردیم. ولاگای دیگه ما رو نگاه کنین. ولاگ گرفتم از لایجان تا چابکسر، به قول رشتی ها چند منه. گاو بیامرد گاو میزنم میگه برو. لایک کامنت حمایت فراموش نشه دیگه. رسیدیم چینی جان، نمیذارن کام. روزتون بخیر باشه تا ولاگ دیگر.